یکی از 12 شاگرد عیسی که یهودای اسقریوطی نام داشت نزد کاهنان کلان رفته پرسید: اگر عیسی را به شما تسلیم کنم به من چی می دهید؟ آنها به یهودا 30 تنگه نقره پیشنهاد کردند. از همان لحظه سر کرده یهودا برای تسلیم کردن عیسی فرصتی مناسب می جست. روز اول عید فطیر شاگردان عیسی به نزدش آمده پرسیدند: در کجا می خواهی که برایت دسترخوان عید نجات را تیار نماییم؟ او با آنها گفت که به شهر نزد فلان کس رفته گویند: استاد می گوید که وقت و ساعت او نزدیک آمده است و او با ما شاگردانش در خانه شما عید نجات را قید می کند. شاگردان همه گفته های عیسی را اجرا کرده خوراک عید نجات را تیار نمودند. بیگاهی عیسی با 12 شاگردش سر دسترخوان نشست و هنگام طعامخوری گفت: به راستی به شما می گویم که یکی از شما به من خیانت می کند. شاگردانش خیلی غمگین شده پس همدیگر از او می پرسیدند: خواجه، آیا این شخص من هستم؟ او در جواب گفت: کسی که همراه من از یک طبق می خورد به من خیانت می کند. پسر آدمی زاد از روی آن چیزی که در نوشتجات درباره‌اش نوشته شده است می میرد. اما وای بر حال آن کسی که به پسر آدمی زاد خیانت می کند. بهتر می بود که هرگز به دنیا نمی آمد. یهودای خیانتکار به سخن در آمده گفت: استاد، آیا این شخص من هستم؟ عیسی در جواب گفت: خودت همین طور گفتی.